سلام، من برگشتم بعد از یه مدت طولانی تقریبا که توی یوتیوب فعالیت نکردم. احتمالا دوباره کم کم من ببینید و یه سری برنامه خفن ریختم که حالا با هم دیگه در ادامه میبینیم. برگشتم بریم با هم دیگه یه تحلیلی روی بازار داشته باشیم، بازار کریپتو از تایم فریم بالا تا تایم فریم، یعنی از تایم فریم 6 ماه تا تایم فریم 1 ساعته 4 ساعته. بریم با هم دیگه چارت رو ببینیم، اتفاقایی که افتاد رو با هم دیگه دور تحلیل کنیم، ببینیم که چه شکلی از یه سری شاخص‌های دیگه، چارت‌های دیگه هم استفاده می‌کنم که ببینیم توی این 2 ماه و 15 روزی که باقی مونده تا پایان سال 2023 که زیاد سال خوبی هم واسه کریپتو نبوده، حجمش مخصوصا الان خیلی کم شده، چه انتظاری داریم از بازار؟ جالبه، یه سری نکات داخلش قراره که در موردش صحبت کنیم که خیلی جذابه واسه من، که حداقل خیلی جذابه. تو هم اگه تو مارکت کریپتو فعالیت میکنی، علاقه‌مند هستی که کلا ببینی که چند ماه آینده طبق تحلیل تکنیکال چه اتفاقی امکان بیفته، این ویدیو رو تا انتها با من همراه باش، ضرر نمی‌کنی. سعی می‌کنم طولانی هم زیاد نشه که حوصله‌تون بکشه. بریم با هم روی چارت. خب بریم سراغ چارت بچه. بدون مقدمه، خیلی وقت ویدیو یوتیوب نگرفتم، زیاد اینتروینا رو اصلا یادم نیست چیا بوده، ولی خیلی دیلی و خیلی ساده بریم جلو، ببینیم که این تحلیلی که میخوایم بکنیم چیه که میگم انقدر مهمه. یه سری جمله های خیلی مهم قراره که در موردش صحبت کنیم، خیلی جذابه. بریم سراغ چارت BTC USD، نه USDT. USD رو استفاده میکنم تو صرافی بیت استمپ، به خاطر اینکه بیشترین مقدار کندل رو داره، یعنی از اون زمانی که بیت کوین معرفی شده داره سابقه‌اش و تاریخچه کندل هاش رو از سال 2011 تا الانی که 2023 هستیم. تایم فریم که داریم نگاه میکنیم تایم فریم 6 ماه هستش، پس هر دوتا کندل 1 سال رو داره ما نشون میده. هر دوتا کندل 1 سال رو داره ما نشون میده. اولین سوالی که پیش میاد و یه جمله خیلی کچی هم هستش که بمونید تا ته ویدیو، اینه که خیلی واسه شون سواله چه اطلاعاتی تو این بازار داشته باشن چه نه، اینکه بیت کوین رو ما به عنوان یک دارایی میتونیم روش حساب کنیم، بخریم، چه شکلیه. ببین تو تایم فریم بالا که تایم فریم 6 ماه باشه که اعتبار فوق العاده زیادی داره، ما از وقتی که بیت کوین معرفی شده سودی بودیم، سقف‌ها و کف‌های بالاتر زدیم و تو این تایم فریم مثلا نزولی نبودیم، فعلا حداقل نزولی نبودیم تا الان. خب این هم ریخته بازم اصلاح بوده. اوکی، پس تو تایم فریم 6 ماه اگه یه دید 5 ساله داری، دید 10 ساله داری و سرمایه‌گذاری که میخوای بکنی این مقدار میتونی صبر کنی، همین جایی که الان هستش بخر. اما اگه دنبال نقطه ورود بهتری هستی، میخوای که اگر که بازار اومد پایینتر بخری، یه سری نقاط مهم خریدت رو انجام بدی، تا این ویدیو با من همراه باش، بهت میگم کجا بخری. جدی و خیلی منطق خود متوجه میشی که چرا اینجا باید بخری. اوکی؟ پس اگر که دید دراز مدت داری، بیت کوین فوق العاده است، بخرش، همینجا هم بخرش. 5 سال دیگه، 10 سال دیگه امکان داره چه میدونم 500%، 700%، 1000%، شاید هم چه میدونم 10 میلیون درصد سود بده. خب ولی سود ده. حالا اینکه کجا بخریم، میخوای تایم فریم پایینتر میریم با هم دیگه نگاه کنیم. اوکی؟ خب یه چیز دیگه هم میخوام نگاه کنیم با هم دیگه، اینکه هیچ موقع، یعنی اینجای بازار اگر نگاه کنیم به عنوان جدیدترین اطلاعاتی که از بازار داشتیم، بعد دوتا کندل قرمز یک کندل قرمز دیگه نزدیم. اینجا هم اگر این پترن رو اینجا میدیدیم متوجه میشدیم از اول سال هم فقط صعود کرد بازار، یعنی 6 ماه اول فقط صعودی بود. الان چی؟ الان 2 ماه و 14 روز دیگه تا بسته شدن این کندل 6 ماه ما وقت داریم، یعنی تقریبا 3 ماه و نیم گذشته، 2 ماه و نیم دیگه مونده که 6 ماه تموم بشه. کل حرکتی هم که کردیم توی این تایم، توی این در واقع 3 ماه و 15 روز، یه حرکت 20% بوده که در واقع از قیمت
31400 تا 24900 اومدیم پایین حرکت کردیم. خب اینکه ادامه این 2 ماهی که باقی مونده، 2 ماه 15 روزه قراره چه اتفاقی بیفته با من همراه باش، تایم فریم پایینتر متوجهش میشی. اولین چیزی که پس اینجا دیدیم اینه که ما انتظاری که داریم از بازار اینه که نهایت در بدترین حالتی که ما میتونیم تصور کنیم که اینه که این 2 ماه و 14 روز هم قیمت همینجا بمونه، ولی ماه بعدش میتونیم یه همچین حرکتی رو انجام بدیم. یعنی بیایم یه دور تا این پایین، بیایم یه دور تا این پایین، تقریبا اینجا هم نرسیم، 18000 اینا، یه همچین کندلی رو ایجاد کنیم، کندل سبز بزنیم، بعد 6 ماه اول 2025 یه همچین بولرانی رو داشته باشیم. اول توی بیت کوین، بعدم دامیننس بیت کوین میره بالا، بعد که دامیننس ریخت پول میره توی آلت کوین هم. اوکی؟ پس این حداقل ترین حرکتیه که میتونه بکنه. بخواد حرکت بهتر بکنه چه شکلی حرکت میکنه؟ امکان داره که همین کندل رو سبز کنه، یعنی تو این 2 ماه و 14 ساعت آینده، 2 ماه و 14 روز آینده این کندل سبز بشه، که اگه کندل سبز بشه 6 ماه اول سال 2024 هم ما سبز خواهیم بود. این از 6 ماهه. اوکی؟ خط هم نمیکشم، خود تو از تایم فریم پایین تر میکشم. فعلا کندلیش رو ببینیم. بریم سراغ تایم فریم 3 ماهه. هر کندل الان 3 ماهه و هر سال در واقع 4 تا کندل 3 ماهه هستش. خب اینجا داره چه اتفاقی میافته؟ تو کندل 3 ماهه که 2 ماه و 14 روز دیگهش باقی مونده، فعلا کندلمون سبز، اما کندل قبلیش کندل قرمزی بوده. کندل قرمزی بوده که بعد از 2 کندل سبز زده، بعد از این کندل ضعیف زده، در واقع بیشتر زور فروشنده رو داره نشون میده بهمون دیگه این کندل. حالا به نسبت کندل قبلش اگر بخوایم نگاه کنیم، می‌بینیم بادی بزرگتری داره، قیمت رو پایینتر بسته بدنه یک کندل. اینجا اتفاقی که میفته چیه؟ پیش بینی که داریم چیه؟ اینه که اگر بتونیم تا 2 ماه و 14 روز دیگه این کندل رو بادیش فول ببنده تا اینجاها، حداقل تا اینجاها هم اگر بیاد، میتونیم ادامه حرکت رو تا 47000 تا تقریبا داشته باشیم. پس این 2 ماه و 14 روز آینده خیلی مهمه برای قیمت. کندل سالیانه هم بسته میشه، میریم تو سال جدید، اتفاقهای جدید. این 2 تا اتفاقی که برای صعود بازار میتونه بیفته. بریم سراغ سناریو نزولی. اگه بخواد بریزه چی؟ اولین شرطی که بخواد بریزه اینه که کندل در واقع تا 2 ماه و 14 روز آینده دیگه کندل سبز بسته نشه. و اگر این کندل بیاد و به سمت قرمز شدن بره، احتمال داره اون حرکتی که دیدیم تا 18000 تا اینجاها رو داشته باشیم. توی تایم فریم 6 ماهه یه محدوده مشخص کردم، به کفش نرسیده بود، یکم بالاتر از کفش. بیایم تا 18000 تا ریزش بکنیم، بعدش دور سمت بالا حرکت کنیم. این هم سناریوی نزوله. از کجا نزولی میشیم؟ این کندل وقتی شروع کنه قرمز شدن 26880 26800 رو اگر ببینه، شروع کنه قرمز شدن، خیلی‌ها که دارن تایم فریم بالا کار میکنن شروع میکنن پوزیشن شورت باز کردن، فروش در واقع بیت کویناشون و از این دسته اتفاق. این هم از تایم فریم 3 ماهه. اوکی. حالا بریم سراغ تایم فریم ماهانه. حالا که این دیدار رو داریم از بازار تو ذهنمون، بریم سراغ تایم فریم ماهانه. اینجا شروع می‌کنیم خطوط کشیدن. یه محدوده خیلی مهم داریم ما اینجا. کلا این محدوده‌ای که اینجا هستش خیلی مهمه. از 29250 تا 30600. من اصلا اینجا رو به عنوان محدوده هم میکشم که ببینیمش. توی تایم فریم ماهانه‌ای که داریم نگاه میکنیم، ببین بازارمون نزولیه. تو 6 ماه این شکلی نبود، توی 3 ماه هم این شکلی نبود، ولی توی 6 ماهی که داریم نگاه میکنیم بازارمون نزولیه. سقف، کف پایینتر، سقف پایینتر و کف پایینتر. پس بازار نزولیه. پس باید یکم حواسمون جمع باشه. یکم باید حواسمون جمع باشه. اونجا که گفتم تو 6 ماه اگه میخوای بخری بخر، ما توی ماهانه میگیم اگه اومد این بالا بادی بسته شد، اون موقع میخریم که از ریزش قیمت، یعنی با ریزش قیمت همراهش نباشیم.
فعلا سعودی نشده توی ماهانه. این نکته رو گوش کن، فعلا توی ماهانه سعودی نشدیم. اوکی؟ کی سعودی میشیم؟ وقتی که یک کندل ماهانه خوب بادیش بیاد بالای محدوده 30400 ببنده. بعد موقع ماه بعدش میتونیم تا قیمت 34800 یا 38300 یا دیگه خیلی بخواد حال بده بهمون تا 45700 بتونه بره بالا. اوکی؟ با حد ضرر هم خریدمون رو انجام میدیم. یه جایی میخریم که مطمئنیم بعد از اون بازار به سمت بالا حرکت میکنه، پولمون از لحاظ زمانی گیر نمیکنه، لاک نمیشه داخل بازار و از این ریزش بزرگ جلوگیری میشه. اگر این اتفاق نیفتاد چی؟ سطح‌های پایین‌تر میخریم. سطح‌های پایین‌تر میخریم. توی همین 18000 که گفتم ببین میفته 18000 که از 6 ماه دیدیم تقریبا میفته این محدوده، تقریبا اینجا میشه. اگه تا اینجا قیمت بیاد در واقع میاد یه کف بالاتر هم برامون ایجاد میکنه. این حرکتی که کرده میاد اینجا یه کف بالاتر میزنه نسبت به این کف اینجا و بعد حالا که داره اینجا رو هم اینجا میتونیم بخریم. خیلی مهمه ها، هم اینجا میتونیم بخریم. کدومش سیف تره، مطمئن تره؟ قاعدتا اینجا. ولی برای اینکه این حرکت در واقع این مقدار 47% رو از دست ندیم یه مقدار اینجا با کندل برگشتی اگر دیدیم خرید انجام میدیم. 50%، 40% اینجا، 60% اینجا با یه میانگین خوب خرید بیت کوینمون رو انجام میدیم. این واسه یه دیدگاهیه که شما میتونید نسبت بازار داشته باشید. کسایی که ترید میکنن بد نیست در واقع این دید رو داشته باشن، چون بالاخره تایم فریم بالا واسه هم مهمه. پوزیشنی که میخوایم باز کنیم، ریسکایی که میخوایم در نظر بگیریم خیلی مهمه. برفرض وقتی الان هنوز بازار صعودی نشده هر پوزیشن لانگ خیلی ریسکیه تو تایم فریم مثلا روزانه یا 4 ساعت. ولی وقتی بازار صعودی بشه اون موقع پوزیشن لانگمون دیگه ریسکش خیلی کم میشه. اوکی؟ این تا اینجا. تو تایم فریم ماهیانه این دوتا قیمت خیلی جای مهمیه. یه خطم اینجا داریم که با شکستش میریزیم، شک نکن که میریزیم. اوکی؟ تو تایم فریم هفتگی این خط رو جاشو درست‌تر میکنیم. اگر که پا داد جاش جای درستیه. تایم فریم هفتگی ببینیم که اوضاع از چه قراره اینجا. اگر که لازمه یکم تو تایم فریم هفتگی من اینو دوست دارم که یکم این محدوده خیلی خوبیه که خیلی ها اگر قیمت برسه اینجا خرید انجام میدن. محدوده 19300 تا 20800 خیلی محدوده قشنگه واسه خرید اگر بخواد قیمت سودش رو انجام بده. تو تایم فریم هفتگی چیم؟ تایم فریم هفتگی سودیم. ببین سقف‌ها کف‌ها، سقف‌ها کف‌ها. این کف‌ها از دست نداد. اگه از دست میداد ریزشی میشد. ولی اینجا در واقع دو تا کف زده، دو تا سقف زده، اینجا یه محدوده رنجی رو واسمون ایجاد کرده. به این مربع رو دیدی که اینجا کشیدم قرمزه؟ این الان محدوده رنج ما. از رنج در بیایم چه به سمت بالا بخوایم حرکت کنیم چه به سمت پایین بخوایم بیایم، حجم میاد تو بازار و ما دستمون بازه واسه پوزیشن باز کردن. الان بلا تکلیف بازار. میخوای بدونی چند روز بلا تکلیفه؟ هم بگم تا اینجا 210 روز بازار بلا تکلیفه. به جز این حرکت خوبی که به سمت بالا داشتیم که 76% اومد بالا بیت کوین، الان 200 روز تقریبا بازار واقعا نه حجم خوبی داره نه حرکت قشنگی میکنه. یه روز قرمز میزنه فرداش یک کندل انگالف میکنه سبز میکنه، جالب نیست کلا. یه دور دیگه هم تا سقف اینجا اومدیم. من این رو دوست دارم یکم میامش بالاتر، قشنگتر میشه اینجا. حتی اگه گذشته هم نگاه کنیم این محدوده مقاومت قشنگ رو داریم میبینیم. الان تو تایم فریم هفتگی توی در واقع سایکل بزرگترمون اینجا صعودی شدیم ها، ولی اینجا نزولی بودیم. سقف و کفا رو کشیدم براتون دیگه. چون داریم صعودی میشیم. از این محدوده بگذریم دیگه صعودی شدیم. این محدوده غول مرحله آخره. این از این.
اینو نیاریم بذاریم اینجا، خیلی بعید میدونم قیمت دوباره تا اینجا بیاد. ولی اگر به ما اینجا که خریدمون رو انجام نمیدیم، وای میسیم قیمت برسه اینجا، این کندلای خوبی مثلا مثل این کندل ببینیم، از این قشنگتر مثلا یه همچین کندلایی ببینیم، کندلای قشنگ حجم خوبه، اینجا برسه امکان داره خبرهای خوبی بیاد، از اینجا بخواد بکنه یه گیر بکنه اینجا، شاید هم یه فیک بکنه بعدش بره سمت بالا. اوکی، این از دیده. ببین اصلا نه کانالی کشیدم، هیچی نکشیدم، فقط خالص تکنیکال. اوکی، از کجا بریزیم؟ هفتگی بادی کندل این زیر ببنده. ببین یه چیزی هم بهت بگم، این محدوده هم میتونیم یه محدوده حمایتی در نظر بگیریم. این محدوده هم میتونیم محدوده حمایتی در نظر بگیریم، ولی بیاد این سمت احتمالاً اومده سمت همین 20000 تا 18900 700 اینا، بستگی به کندلی داره که اینجا بزنه. این تکلیفمون روشن شدن، این خیالمون راحت، رنج هم از بازار از هر طرف بشکنه میریم داخلش. بریم سراغ تفاهم روزانه. این یه چیزی که باید تو بیت کوین از قبلش حواسمون باشه بهش، ببین اینجا ما یه خط روندی داشتیم که شکست، تقریبا این شکلی بود، حالا زیاد دقیق نمیخوایم بدونیم که چه شکلی، ولی تو همین کندله اون روز شکست، توی این کندل بعدیش هم شکست، تا پایین تر میاد اینجا. آره تو این کندل شکست، اینجا هم یه دونه مقطع مهم داشتیم، مقطع حمایتی مهم داشتیم، از دستش داد، ریخت، خوبم ریخت، 14.5% ریخت. اومدیم رسیدیم به مقطع حمایتی اینجا که الان قراره کوچیک‌ترش کنم یکم. آره کوچیک‌ترش میکنم. این مقطع حمایتی رسیدیم، حمایت شدیم، کندل برگشتی دیدیم، سقف بالاتر. الان تو روزانه هم ببین ما سودیم، ناکن ببینی سقف و کفای بالاتر داریم میزنیم که این نزولی میشیم، بیایم اینجا برخورد کنیم، شروع کنیم، بعد شروع کنیم سقف و کفای پایین تر زدن، بعد برسیم اینجا برگردیم بالا، بیایم اینجا رو بشکنیم، یه پول بک بریم سراغش. همچین حرکتی میتونه قیمت داشته باشه. این از این. تو تایم‌فریم روزانه هم این شکلیه اوضاع قیمت، این شکلیه. یه نکته‌ای که داره اینه که یه خط روند اینجا داشته، خط روند صعودی داشته، اینجا شکستش داده. فعلا این حمایت مهمترین حمایتی که بیت کوین داره، حمایت 25000. اگه دنبال کنید متوجه میشه خیلی در مورد حمایت 25000 صحبت میکنه. حمایت 25000 دست بده میریزه، در واقع مقاومت اگه از پس مقاومت 31 بر بیاد، تحلیل روزانه رو ببینید متوجه میشه 31 بر بیاد میتونه سمت بالا خوبم حرکت کنه. تا کجا میتونه حرکت کنه؟ نکشیدم خطشو، عجیبه. این الان میکشم براتون. یه محدوده اینجا خیلی محدوده خوبیه واسه یه تو روزانه، الان جاشو درست میکنم. آره اینجا خیلی محدوده خوبیه، اینجا رو بشکنم به سمت بالا، بین 15 تا 20% میتونه به سمت بالا حرکت کنه. دقیق ترش این که دقیقاً تو 15 دقیقه بدونی کجا میشکنی. یه سری ویدیو آموزشی گذاشتم میتونی بری ببینی. تحلیل روزانه هم احتمالاً اگر بذارم از این به بعد دقیق یه نقطه یه عدد در میارم، یه کندل 15 دقیقه بالاش بست رفته بالا. اوکی، این بود از تحلیل بیت کوین. حواست باشه به این دو تا محدوده. میخوام که پرایس لیبل هم بذارم واسط که قشنگ در جریان این محدوده ها باشی. 31000 تا 31400 حواست باشه و 24800 تا 25000 هم حواست باشه. دو تا محدوده مقاومت و حمایت خیلی مهمه واسه بیت کوین. امیدوارم هر چه زودتر این اتفاق بیفته، حجم بگیره بازار، حجم بیاد داخل بازار و واسه ما دیلی تریدر هم یکم راحت تر باشه. که اینجا هم حواستون باشه که یه کانال هم اینجاست، یه کانالی هم داریم اینجا، کانال سعودی تقریبا.
ببینیمش با هم. اگه از اینجا بگیریمش شکل نیده بودمش، چقدر جالبه. من شکل دیگه کشیده بودمش. کلا چرخی بار خیلی باحاله که چارتتون رو پاک کنید دوباره بکشید، دید جدید بهتون میده. خیلی جالبه. یه همچین کانال سعودی هم تا فرم روزانه 4 ساعته داریم. سعودیه درسته، حالا یکم فیک، یکم کسب کاری کرده، میکنن اینجا رو فیک کرده، اینجا رو فیک کرده، ولی اینجا رو خوب داره بهش واکنش میده. اوکی، امیدوارم که از ویدیو استفاده کرده باشید. لایک، کامنت، سابسکرایب یاد نره، نوتیفیکیشن رو روشن کن. اگه حال کردی کامنت بذار واسم انرژی بگیرم. واسه دوستایی که فکر می‌کنی به این موضوع هم علاقه من هستن حتما بفرست. روز شبت بخیر بشه.